بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیان قطاع الطریق، آنهایی که رهزنی میکنند، راه مردم را میبندند و غارتگری میکنند، اشد مجازات خدا برای آنها تعیین کرده. اگر قتل کردند و مال بردند، هم آنها را باید قتل کنند و هم به دار آویزان کنند. تنها مال بردند، دست و پای آنها را ببرند. تنها مال بردند، دست و پای آنها بریده، یا قتل کردن مال نبردن، قتل بشن. قتل کردن و مال بردن، به دار زده بشن. تنها مال بردن، دست و پای آنها قطع بشه. تنها راه را بستند و مالی قتلی چیزی نکردند، اینها زندان میشن. راه را بسته بودن، تسخیر شدن، لحاظا مال نبردن، قتل هم نکردن، اینها را بیارن توی زندان. امام حنیفه میگه که ینفو من الارض، یعنی توی زندان کرده بشه. و دیگران میگن نه، اینها را تبعید کنن. امام میگه که تبعید میکنید اونجا میره خیانت میکنید، ببرین اینها را تبعید کنید تهران، اصفهان، جای دیگر که جا منی چیزی نداشته باشه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قطاع طریق یهودی و نصرانی بودن، نصارا بودن. جزای آنهایی که محاربه میکنن با خدا و رسول و سعی میکنن در زمین فساد را، اینه که کشته بشوند. اگر کشتن تنها مال نبردن، یا به دار زده شوند. اگر قتل کردند و مال بردن، اشد قتل دار زدنه. اینا را اعدام کنند، به دار بزنند، یا بریده بشود دستهای آنها و پاهای آنها. اگر تنها مال بردن، دست راست و پای چپ آنها را قطع کنند، دست را از اینجا و پا را از اینجا. هر قطاع طریق رهزن دست راست آن و پای چپ آن را بگیرید، دست چپ و پای راست را بگذارید تا که لنگ لنگ کند و بخورد و بگردد. یا اینکه زندان کرده شون در زمین. امام ابو حنیفه ینفو را زندان معنی کرد. اینا زمین گم کرده شون، یعنی توی زندان انداخته بشه. و امام شافعی دیگر امام میگن نه، اینا را تبعید کنن. ذالک لهم خزی فی الدنیا، این مجازات ذلت آنها در دنیا هست و برای آنها در آخرت عذاب عظیم هم هست اگر توبه نکنند. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا. توبه محاربین، قطاع طریق، آنهایی که رجوع کردن قبل از اینکه شما بر آنها قدرت پیدا کنید، حکم توبه کردن، تامین گرفتن و ترک کردن این کار را، تو پس بدانید که الله تعالی غفور و رحیم است. حقوق عباد گرفته می شود، گناه آنها معاف می شود. الله تعالی غفور و رحیم. از خداوند متعال استمداد کنید در قطع ید سارقین و قطاع الطریق نه هراسی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که شما ایمان آورده اید، از خدا بترسید، حکم خدا را اجرا کنید. وابتغوا الیه الوسیله، و طلب کنید به طرف خدا وسیله نجات را. وسیله نجات را به طرف خدا طلب کنید. یعنی چه؟ قطاع طریقه ها را مجازات کنید تا امنیت حاصل بشود، مردم خدا را عبادت کنند. وقت این آیه را با موقف چطور ربط بدید؟ کلام رب العالمینه. این آیه که قطاع طریقی می کنند، حکم خدا را اجرا کنید، این وسیله نجات شما وقتی قطاع طریقه ها را دست و پا بریدید، قتل کردید، بدار زدید، تبعید کردید، حدود خدا را اجرا کردید، هم در دنیا نجات میکنید هم در آخرت. امنیت می آید، به راحتی کسب و کار میکنید. وسیله نجات شما حدود الهی را اجرا کردن است. حدود الهی را اجرا کنید، دستورات خدا را اجرا کنید. یک حدود
ثوابش از چقدر نفل و تلاوت بالاتره. یک حکم خدا اجرا بشه. یک قاتل را شما مجازات کردید، حدود را اجرا کرده ثواب بسیار بزرگی دارد. لذا شما به طلب خدا به واسطه طاعات و عبادات وسیله بر وزن فعیله به معنای ما یتوسل به و یتقرب الی الله عز وجل من فعل طاعات و ترک المعاصی. این ابو سعوده. این تفسیر سفر هم اینجا آوردم که وابتغوا الیه الوسیله چیه؟ این قطاع طریقه ها را مجازات کنی. این وسیله نجات شما هست، راه نجات شما. مردم میگه پیر صاحبا و زیارت صاحبا و دربارگاه. آخه این آیه کلام الله هست. سیاق کلام را، ما قبل کلام را، سباق کلام را، ما بعد کلام را نگاه کنید و معنا کنید. وابتغوا الیه الوسیله کی معنیش کرده که پیر صاحبا را صدا بزنید؟ هیچ تفسیری نکرد. هیچ تفسیری از تفسیرها و از مسلمان ها این مثلا نگفته که پیرها را صدا بزنی، پیغمبرها را صدا بزنی. صدا زدن پیرها پیغمبرها عزیزان من اون ذریعه حلاکت بشره، انسان حلاک میشه. این تفسیر صفوه هست که آخر تفسیرها را نگاه کرده و نوشته کرده. وابتغوا الیه الوسیله اخافوا عقابه، از عذاب خدا بترسید. اولین وسیله نجات شما. واطلبوا ما یقربکم الیه من طاعته و عبادته، طلب کنید شما آن چیز را که شما را نزدیک میکند به الله، از طاعت الله و عبادت الله. قال قتاده تابعی تقربوا الیه بطاعته والعمل بما یرضیه، تقرب حاصل کنید به طرف الله به سبب اطاعت الله. یک اطاعت الله در چه باب؟ اینجا که خدا شما را میگه قطاع و طریق را مجازات کنید، اطاعت شما اینه که مجازات کنید. چرا میگی دستش ببرید، پاش را ببرید؟ ببرید به ایمان. دست یک قطاع و طریق و پاش را ببرید، هزاران انسان راحت زندگی میکنن. هزاران انسان نمیکنن. وقتی انسان جانش امنیت نداشته باشد، مالش امنیت نداشته باشد، فکر کنه خودم گردنه گرفته است، الان جان من را هم میکشن و مال من را هم میبرن. ایستادم من نه ایستادم میزنم، منم میکشم، مال منم میبرن. طاعت خدا، حکم خدا را اجرا کردن است. دیگه چی دیگه؟ تقربوا، چقدر مفسر بودن. قتاده گفته تقربوا الیه بطاعت والعمل بما یرضی. و یکی از اون راه وسیله جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، جهاد کنید در راه خدا. کفار را که شما را میخواهند کافر کنند بزنید، گردن بزنید. این وسیله نجات شما. هیچ مفسری و از خود رسول علیه السلام ولو هم روایت ضعیف واهی هم نآمده که انبیاء و اولیاء را صدا بزنید این وسیله نجات شما است. هنوز ما در نماز، در اذان میگه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمود الذي وعدته. از خدا طلب میکنیم برای پیغمبر وسیله را. خود پیغمبر قبلا من گفتم، خود پیغمبر فرمودن وسیله یک مقامیه در جنت که فقط به یک انسان میرسه. شما اون مقام را برای من طلب کنید، مقام محمود را برای من طلب کنید. از کی طلب کنید؟ و مقام وسیله را، مقام وسیله را، مقام محمود را برای پیغمبر از کی طلب کنیم؟ چی بگیم؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، ای الله اختیار دار این دعوت کامل و صلاة القائمة، دعوت دادن به طرف کامیابی. تو رب این دعوت تامه و صلاة قائمه ای.
آت محمد عنایت بفرما به محمد مقام وسیله را و فضیلت را که عطف تفسیریه و عنایت بفرما به محمد مقام محمود را که شفاعت کبرا اولین و آخرین در میدان محشر حساب گرفته نمیشه تا رسول الله به امر خدا و به اذن خدا شفاعت نکنه و اون کلمات شفاعت هم در همون میدان محشر به رسول الله عنایت میشه با اون کلمات شفاعت میکند اولین و آخرین محمد صلی الله علیه وسلم را تعریف میکنه مقام محمود است. وسیله و مقام محمود یک چیز نیست. نه در حدیث صریح آمده است وسیله یک مقامیه در جنت که به یک انسان میرسه و فرمود شما برای من هر کس همین رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمود که بعد از اذان دعا کند حلت له شفاعتی شفاعت من برای همون انسان ها هستند که وسیله را و مقام محمود را برای من بعد از هر اذان بین اذان و اقامه موقع اجابت دعا هست. سرور کائنات فرمودند شما بعد از اذان این دعا را بکنی شفاعت من نصیب شما میشه. در قیامت من شفاعت میکنم برای کسی که برای من وسیله و مقام محمود را طلب کرد. تفسیر از حدیث صحیح است. تو اینجا این آیه را به ما قبل و ما بعد چه ارتباطیه با جهاد با داستان قطاع و طریق وسیله نجات شما اجرای حدود و قصاص است. اگر شما حدود و قصاص را اجرا کنید مؤمنین شما در دنیا هم آسایش دارید امنیت دارید ایمان شما امنیت دارد شما با کفار جهاد کنید. اگر گذاشتید جهاد نکردی کفار بر شما غلبه کرد ایمان را از شما گرفت شما خسرت دنیا و آخرت میشی نمیشی. بزرگترین وسیله نجات شما از خساره دنیا و آخرت جهاد اطاعت خدا و رسول وسیله نجاته لیکن ندا کردن نبی را ولی را وسیله نجات نه وسیله بربادیه. من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. وسیله نجات حرف ما همینه خدا را اطاعت کنی من داری فریاد میزنی رسول را اطاعت کنی پیروی و اطاعت وسیله نجاته. پیغمبر گفته که شما برای من وسیله بخواهید و مقام محمود از کی بخواهید و خدا را فریاد زدن وسیله نجات هست یا نیست. انبیا وقتی به مشکل گیر کردن سوره انبیا را که خواندی برای چی کی را فریاد میزدن تو وسیله نجاته. لیکن انبیا را صدا زدن اولیاء را صدا زدن و وسیله نجات گفتن اینکه هیچ کسی نگفته. حرف ما اینه انبیا اولیاء را صدا نزنی آنها را حاجت روا و مشکل گشا ندانید پیروی و اطاعت انبیا وسیله نجاته. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. ما همین درد را داریم که پیغمبر را اطاعت کنیم پیروی کنیم اتباع کنیم در اعتقاد پیغمبر را اتباع کنیم در اعمال پیغمبر را اتباع کنیم در سیرت و اخلاق پیغمبر اسلام را اتباع کنیم. نجات ما همینه این وسیله نجات ما وابتغوا الیه الوسیله به واسطه اطاعت عبادات و حکم خدا را اجرا کنیم قصاص حدود اینها را اجرا کنیم وسیله نجات ما هست. ما در دنیا و آخرت از بلا و مشکلات نجات میکنیم مال ما محفوظ میشه جان ما محفوظ میشه ناموس ما محفوظ میشه. نعوذ بالله قطاع و طریق اگر با کسی دختر خوبی زن خوبی را بگیره ترحم میکنه هرگز ترحم نمیکنه. اونی که رهبندانی میکند بر مال انسان رحم نمیکند بر ناموس انسان رحم میکند. نعوذ بالله چقدر قطاع طریق خیانت کردن راه را بستن ماشینها را بردن زنها را بردن دختران را بردن پسران را بردن و جنایت کردن. و جاهدوا فی سبیله این بزرگترین وسیله نجات شما
ایمان شما سالم میماند جهاد کنید در راه خدا تا که رستگار بشوید. این وسیله نجات، بزرگترین وسیله نجات ایمان هست. اولو الالباب نگفتن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. بزرگترین وسیله نجات در دنیا و آخرت از عذابها ایمان. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تبلیغ وسیله نجات شما هست، توصیه حق وسیله نجات شما، ایمان وسیله نجات شما، نماز وسیله نجات، روزه، حج، زکات، خیرات، صدقات، اینا همه وسایل نجات ما هست. وسیله نجات از بنی اسرائیل لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. اینها وسیله های نجات هست، این تعهدات الهی، این همه وسیله نجات هست. اگر شما این عمل را انجام بدید لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. اجرای حدود وسیله نجات، اقامه نماز وسیله نجات، ایتاء زکات، ایمان به تصدیق به رسالت انبیاء و عذرتموهم، همه وسیله نجات هست. این کی گفته که انبیاء را صدا بزنید، اولیاء را صدا بزنید، پیرها را جلوی چشم خود بیارید، مراقبه کنید که پیر جلوی ما نشسته. پیر بود دو جلوی ما نشسته چی میکنید؟ او خودش برای خودش چی کرده که برای ما بکنه؟ او خودش محتاجه. یبتغون الیه الوسیله. خود این بندگان الهی پیش خدا وسیله نجات طلب میکنن، نماز میخوانند، روزه میگیرند، دعا میکنند، تلاوت میکنند، ذکر میکنند. خود آنها محتاجند، طلبگار وسیله نجات خود هستند. با نماز، روزه و اطاعت و بندگی، ذکر، تلاوت، این همه وسیله نجات هست. واقعا تحریف بگه که کسی وابتغوا الیه الوسیله بگه صدای انبیاء و اولیاء وسیله نجات هست. شما قرآن کتاب رب العالمین رو نگاه کنید، ما قبلش نگاه کنید، ما بعدش نگاه کنید. اطاعت و اتباع انبیاء، اولیاء، صالحین بله وسیله نجات هست. حرف آنها رو بپذیرید، آنها رو اتباع کنید، انبیاء رو اتباع کنید. بدون اتباع انبیاء دیگه وسیله نجاتی نیست. اتباع انبیاء وسیله نجات هست و محبت با انبیاء وسیله نجات هست. و محبت چیه؟ که اطاعت کنیم. نه تاصل اله و تظهر حبه، تاصل اله و تظهر حبه ان هذا لعمری لبدیع. چرا؟ ان کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن یحب مطیع. تو اظهار محبت میکنی و نافرمانی میکنی. این واقعا بسیار تعجب آوره. چرا؟ اگر واقعا محبت تو نسبت به خدا صادق می بود، ان کان حبک صادقا لأطعته، تو مو به مو از خدا اطاعت میکردی. چرا؟ این قانون اصلا طبیعته که ان المحب لمن یحب مطیع. محب مطیع محبوبه. محبوب هر چی بگه اون نازش میکنه. محبوب اگر بگه ساعت 1 من انار میخواهم، چشم. ان المحب لمن یحب مطیع. هر کسی محبت دارد گوش به فرمان او هست، او را اطاعت میکند، فرمان برداری میکند. ان الذين كفروا تخفیف اخروی، اونایی که کفر میکنن، از خدا اطاعت نمیکنن، حدود الهی را اجرا نمیکنن. اگر به فرض محال می بود برای آنها آنچه در زمین تمام خزائن و دفاین زمین
و مثل آنها هم همراه با ما فی الارض می بود، تو حاضر بودن فدیه بدن آنها را از عذاب روز قیامت. ما تقبل منهم، از آنها پذیرفته نمی شود، بلکه برای آنها عذاب علیم است. یریدون بعد از دخول در جهنم، اراده می کنند که خارج شوند از آتش جهنم، لیکن نیستند آنها خارج از آتش جهنم، عذاب از آنها دور نمیشه. آنها میخواهند در برند از آتش جهنم لیکن خارج نمیشوند، برای آنها عذاب مقیم و دائمی هست. باز بیان حد سرکا. السارق و السارقه، سارق چکار میکنند؟ مال مخفی مردم را میبرد. این جزایش هست که دستش را قطع کنید. السارق زن مرد باشد یا زن باشد، فقطعوا ایدیهما، قطع کنید ای حکام دست آنها را، جزا بما کسبا، جزا دادمیشان به مقابل که کسب کردن، نکالا من الله، این درس عبرت آموزی هست از خدا، از طرف خدا هست برید. والله عزیز، الله تعالی صاحب قدرت است، عزیز غالب هر حکمی صادر کند، هیچ که حق چرا ندارد، حکیم است، او دانا است، مناسب جرم خدا مجازات میکند. دست 4 دوز را ببرید، امنیت 1,000,000 انسان در زاهدان تامینه، 1,000,000 انسان آسوده. اگر بدون چون و چرا این حکام دست دزدها را می بریدن و بر سر 4 راه آویزان می کردن، دیگه دزدی نمیشه. ماشین با کلید بگذار. اینهایی که ماشین مردم، شب مردم امنیت دارن از مال و جان خود، اونهایی که ماشین دارن، اونهایی که موتور دارن، به 1000 کفل و دزدگیر و چیز مجهزشون میکنن یا نمیکنن؟ مردمی که امروز مال دارن، امنیت آنها کاملا سلب شده، خصوصا کسی که یک ذره بدانند طرفدار ندارد، فامیلی ندارد، او دیگه بیچاره مال برش عذابه. الله تعالی میگه باید السارق و السارقه فقطعوا ایدیهم، دست اینها را قطع کنید. خدا نگفته سارق را که بکشید، چرا؟ دزدها از مرگ، زنها از مرگ زیاد حراس ندارند. حراس اینها از بریدن دست و پای. الله تعالی میگه اینها را در دنیا، قرآن نگفته فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله، اونجا فرمود ذلک لهم خزی فی الدنیا، دست و پای اینها را بودی کتا طریق که رسوایی اینها در دنیا همینه، با یک پا و با یک دست. یک دزدی را میگن گفتن این همه مال، این همه متاع اینطور ریخته، چرا بر نمیداری؟ میگه من این دست را دوست دارم، اگر سر منم میزدن من دریغ نمی کردم، اب یا گیر میان گیر آمدن سر من بریده میشه، بله دست من دیگه تا زنده ام رسوا. الله سبحانه و تعالی قانونش بخاطر اینه که گناه نشود. دزد اگر میکشتند، دزد اگر به اصطلاح به شکنجه های سختی میدادند، دزد مانع نمیشد، لیکن دست بریدن این رسواییه، این تا زنده باشد رسوا که میکشن بابا، فردا دیگه خبر فلانی را کشتن، پس فردا 2 سال دیگه فراموشه، لیکن دست بریده تا زنده هم ذلیله. هر جا بگرده دست تو را چرا بریدن؟ چه کار کردی دست تو از اینجا بریده شد؟ ذلیله نه؟ تا زنده ذلت به دست او، دست هم غائب نمیشه، اینجا ظاهره. جنایت با این انجام گرفته همینه ببر،
قطاع طریق با پا رفته و با دست جنایت کرده، لحاظا دستش هم ببر و پایش هم ببر. و امام شافعی رحمه الله گفته اگر 2 مرتبه رفت دزدی کرد دیگه دست و پایش قطع کنی. امام بزرگوار ما میگه نه دیگه، همین 1 دست و 1 پا بس 2 مرتبه بگیری زندان بکنید و چوب بزنید تا که توبه کند و دیگه 2 مرتبه تو این کار نره. خیلی دزدی کرد با همون 1 دست و بی پا بی حیا شد، آخر گردنش بزنید بی ایمان را. انما جزاء الذین یحاربون الله. بخدا در زندگی ما چند صباحی این قانون خدا بیچون و چرا اجرا شد، دست بریدن و لحظه دیگه مردم تو آسایش بودن. همون دزدهای معروف که پایشون میخوب کرده بودن، میگه دزدهایی را از دزدهای کندهار پایشون با تخته میخوب کرده بودن، میگه قدم میزنن تو خیابان و پوز میدادن. حد بی حیا میشه وقتی انسان پا درد میکنه دیگه چی؟ لیکن دست ببر همون دیگه نمی. 4 نفر 10 نفر دست بریده شد، 1 کشور امنیت. همینه الله تعالی میگه نقالا من الله والله عزیز حکیم. عزیز هر حکمی میکنه کسی حقش را نداره، حکیمه او میداند که دزد از دیگر راه دست از دزدی نمیکشه. چرا این همه شهر پر از دزده؟ کفش مسلمان باور کنید ساعت و پول را میگذاشتن، اون جایی که حکم خدا اجرا میشد کسی دست نمیزد. حالا کفش مسلمان را نمیگذار. 4 دزد کفش دزد را دست و پاشون دست اینها را میبریدن، دیگه کفش نه که طلا می آوردید و میگذاشتید تا پس فردا کسی دست نمیزد. شما هم شنید این داستان را. سر راه وقتی پولی می افتاد هم دست نمی زدن. وقت حالا اینجا کسی مراقبت میکند، ساعت می گذاشتن که ساعت برمیدن نگاه میکردن. بله اینه، یعنی اینقدر عزت دین اسلام به جان انسان داده، به مال مسلمان احترام داده که به هیچ چیزی اگر بر ناموس کسی تعدی شد اونجا الله سبحانه و تعالی رجم را گذاشته. اگر بر مال مسلمان تعدی شد دستش ببر و پاش ببر. بر جان مسلمان تعدی شد گردن بزن قاتل را. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. چقدر خدا احترام و عزت به جان و مال مسلمان داده. فمن تاب من بعد ظلمه، کسی توبه کرد، الان توبه صادق بعد از اینکه ظلم کرد و اصلاح کرد، فإن الله يتوب علیه، الله تعالی بر آنها رجوع میکند. ان الله غفور رحیم، الله تعالی بسیار بخشنده و مهربان است. یعنی به دزدا هم تلقین توبه میدهد. توبه کنید، توبه کنید، دست از دزدی بکشید. برخورد شما با ذات بخشنده است و شما را می بخشد و مزید عنایت می کند و شما را در جنت می برد. حالا اگر کسی اعتراض کند که این قانون سخته، چقدر این خبیث انسانهای کافرها حقوق بشره، حقوق بشر بگه این قانون دستبوری دزد، این ضایع کردن حقوق بشره. او لعنت ها او جهنمی های بیعقل، مال و جان هزاران انسان در خطر باشد بهتره یا دست یک جانی قطع باشد. چقدر دزدی و جنایت در آمریکا و در این کشورهای کفری میشه و در کشوری که حکم خدا اجرا نمیشه. نمیشه جنایت، کم جنایت میشه یا زیاد؟ انصافاً با عقل این احمق‌ها را بگیم که امنیت و آسایش میلیونها انسان در خطر باشد، هر شب 10 خانه و 10 ماشین به سرقت بره، اینها بشر نیستن که حقوقشون ضایع؟
یک انسان خون جگر خورده، زحمت کشیده، کارگری کرده، سالها زحمت کشیده، یک ماشینی را سواره، آقا میاد او را پیاده میکنه و ماشینش بر میداره میره، این ظلم نیست؟ این ظلم نیست؟ این بشر حقش ضایع بشه که 4 دزد، اخه خود اینها بی ایمان دزدهای درجه 1 هستن در دنیا که دزدی میکنن و دزدی های کلان میکنن، به این خاطر این قانون خدا را ظلم میگن. الله سبحانه و تعالی میگه الم تعلم، مگر ای انسان تو نمیدانی که ان الله له ملک السماوات والارض، به خدا اختصاص دارد بادشاهی آسمانها و زمین، و این مالک آسمانها و زمین او هر حکمی بکند اختیار دارد. شما قانون درست میکنید بی ایمانها، قانون شما احترام دارد، قانون سازمان ملل احترام دارد، قطعنامه سازمان ملل ارزش دارد، اونی که اختیار آسمانها و زمین را خلقن ملکن ابیدن دارد، قانون او احترام ندارد؟ ها شما مگر نمیدانید که ان الله له ملک السماوات والارض، مالک آسمانها و زمین و آن چه در زمین و آسمان هستن مالکیت اینها از آن خداست. مالک در ملک خودش هر تصرفی میکند، دیگه خری مثل بوش حق چرا ندارد؟ تو چه کار هستی؟ مالک این دست، مالک این انسان مگر الله نیست؟ یک گوسفند شریر را که همش اذیت میکند، مالک آخر میگه سرش ببرید، بیارید دست و پاش ببندید. درسته نه؟ خیلی شریره. تو الله سبحانه و تعالی مالک است؟ نه عیسی اختیاری دارد، نه مریم اختیاری دارد. یعذب من یشاء، هر کس را میخواد خدا عذاب میده. تو چه کار هستی که اعتراض میکنی؟ لا عیسی و امه و یغفر لمن یشاء، میبخشد هر کس را. تو چه کار هستی که اعتراض کنی؟ والله ولا كل شيء قدیر. خلاصه خدا بر هر شی قادر است. حضرت عیسی و مریم بر هر شی قادر نیستند، نه عذاب دهندن نه بخشنده هستند. بیان زجرات برای منافقین. یا ایها الرسول، ای رسول مبارک، لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر، مغموم نکند شما را آن کسانی که سرعت میگیرند یک دیگر در کفر. اینا که در کفر از یک دیگر مسابقت میگیرن، اینقدر راغبن در کفر. از آنهایی که با زبان گفتن آمنا به افواههم، یک تعدادی از این یهود و نصارا آمدن اظهار ایمان کردن و بعد توی کفر داخل شدن. الله تعالی پیغمبر را میگه از این شاگردان نالایق اصلا مغموم نباش. لا یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر، اینهایی که مصارعت در کفر میکنن کسانی هستند که گفتن با زبان آمنا به افواههم، ما ایمان آورده ایم، فقط با زبان گفتن، ولم تؤمن قلوبهم، دل آنها اصلا ایمان نآورد. و از آنهایی که یهودیان توی کفر میروند، کار اینها در مجلس شما، در کلاس درس شما، در محفل شما فقط برای کشف اطلاعات بوده. سماعون للکذب، کار اینا از درس شما اینها نامدن که فیض ببرن، اینها فقط عادت اینها اینه که دروغ گوش میکشن. احبار و رهبان یهود چقدر دروغ میگن، فقط از دروغ های آنها اینها استماع میکنن. سماعون للکذب، و در حقیقت مدن برای کشف اطلاع. سماعون لقوم آخرین، اینها جاسوسن، میشنون برای دیگران که بله در فلان کلاس درس پیغمبر این حرفا گفته شد، این حرفا گفته شد. اینها نامدن ثبت نام نکردن که هدایت بگیرن از شما. اینها که استماع خوب میکنن از سخنرانی های خود احبار و رهبان را خوب که دروغ میگن، اونا را واه 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 واه. سماعون للکذب و سماعون لقوم آخرین، کار اینها دروغ ها را میشنون و بعض برای دروغ یکی دروغی میگه.
یعنی به خدا یک زمانی یکی تو رادیون حرف زد، نیم ساعت من گوش کشیده، همه دروغ میگفت، همه دروغ بودن، همه سخنرانیش دروغ. کی میفهمد؟ سمعون للکذب، عادت کردن الان فقط دروغ شنیدن. فلان بنده خدا چنین کرد و فلان بنده چنان کرد و چنین کرد و چنان کرد، که هیچ. سمعون للکذب، هم سمعون للکذب، هم سمعون لقوم آخرین. اینها در مجلس شما برای گرفتن فیض چرا قرآن این حرفا را میزنه؟ لا یحزنک. پیغمبر علیه السلام متعجب میشدن و ناراحت میشدن که خدای اینها چرا هدایت نمیشه. آیت در افهام و تفهیم من پیغمبر ضعفی، الله تعالی گفت نه، اینها گوش میکشن خوب اون دروغهای احبار و رهبان را و در مجلس شما فقط گوش میکشن که به آنها ابلاغ کنند. اینها برای کسب فیض، برای کسب علم، اینها به این مطلب نآمده بوده سر کلاس. لم یاتوکا، قوم آخرین اونهایی هستند که خود آنها پیش شما نآمدن، یعنی سران مراجع بزرگ یهود و نصارا به محضر پیغمبر اصلا نمی آمدن، اینقدر متکبر بودن. و این پیش او ما این همه شاگرد دارین، همه مرید دارین، همه مقتدی دارین. الله تعالی میگه سماعون لقوم آخرین، اون آخرین کسانی هستن که لم یاتوکا، اینها به مجلس شما تا الان اصلا نآمده اند. حقیقت همین شاگردان و مریدان و مقتدیان را اونجا اعزام میکنن که برید، به آنها توصیه هم میکنن. اون قوم آخرین رؤسا و مراجع لم یاتو، که اینها به محضر شما نآمدن، همونجا نشستن یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، کار اینها چیه؟ تورات و انجیل تحریف میکنن، مرادی مطابق میل خود برایش بیان میکنن. مثل که وابتغوا الیه الوسیله، وسیله ندا کردن انبیاء تحریف قرآن است. همه انبیاء خدا را ندا کردن، خدا به ما دستور داده خدا را ندا کنیم، الله را فریاد بزنیم. حالا ما میگیم نه، اولیاء را هم فریاد بزنیم. همه دلایل برای این مطلب، کتاب هم نوشته برای این مطلب، کتابها. تو همین یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، تحریف میکنن کلمات الهی را بعد از اینکه در جای خود بوده اند. مثلا به جای رجم، حالا حقوق بشر قبول نداره زنک را سنگسار کنیم، مردک را سنگسار کنیم، لحاظا باید شلاق بزنیم. اونم شلاق در ملای عام نه، یک جگه حکم خدا را میخواست اجرا کنه، زنکه دزدی کرده بود، آمدن پیش پیغمبر علیه السلام که شما عفو کنید این را. پیغمبر کلمه بسیار تندی گفت، ای فاطمه قیسیه، اگر فاطمه بنت محمد اگر دزدی میکرد و لقطعت یدها، حکم خدا را اجرا میکرد. این خبیثه ها اگر یکی از اونهایی که گردن کلفت و پولدار زنی یا مردی زنا میکرد، برای او رجم را اجرا نمیکردن، فقط گفتن چهرهش سیاه کنیم، سوار خرج بکنیم، بگردانیم و 4 تا شلاقش بزنیم. این حکم خدا را تبدیل کردن، یک جا حکم خدا نافذ، یک جای تغییر. الله سبحانه و تعالی میگه یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، تحریف لفظی، تحریف معنوی. امروز تحریف لفظی قرآن عظیم و شان محفوظ است، لیکن تحریف معنوی کوتاهی نمی کنند. یقولون، میگن این وصف اول، لقوم آخرین لم یاتوکا یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، و یقولون این وصف سوم، میگویند این شاگردان و مریدان خود را توصیه میکنند
که ان اوتیتم هذا فخذوه، اگر این مطلب محرف را یعنی اگر حکم جلد را به شما محمد داد، فخذوه، این حکم جلد را برداری قبول کنید، و لم تؤتوه، و اگر به شما داده نشد، شما داده نشدید این حکم را، تو فحذروا، پرهیز کنید. اینها را توصیه میکردم، میفرستادم اگر این طور به شما دستور داد قبول کنید، و اگر دستور نداد نه قبول نکنید. فحذروه. الله تعالی قاعده کلیه بیان میکند، این کلمات الهی هستند. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. اگر اللہ تعالی اون کسی که اراده کرده اللہ تعالی گمراهی او را به علم ازلی خود، تو پس شما ای پیغمبر هرگز در اختیار ندارید برای او از طرف خدا چیزی را. اونی را که خدا گمراه کرده شما هم برای او از گمراهی خدا، از عذاب خدا هیچ چیزی را در اختیار ندارید. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. این خبیثه ها کسانی هستند که اراده نکرده الله تعالی با علم ازلی و دانایی ازلی خودش که پاک کند دلها اینها را از کفر و شرک و نفاق. برای اینها در دنیا ذلت و خاری هست و برای اینها در آخرت عذاب عظیم است. چرا؟ این سماعون بدل از اون سماعون. اونجا قرآن عظیم و شان فرمود سماعون للکذب، اینهایی که به محضر شما آمدن و بعد در کفر برگشتن، اینها کلمات شما را نمیشنون، اینها عادت کردن دروغ بشنون. اینها سماعون للکذب، خیلی گوش میکشن دروغ ها را. اکالون للسحت، حرام خیلی زیاد میخورن. اکالون خیلی میخورن، السحت للسحت و من حرام. اینها همه نظرهای غیر الله خوردن. حالا اعصاب اینها، تمام خون اینها به خاطر حرام خاری از صلاحیت هدایت را گرفته. انقدر اینها حرام خاری کردن، نظر غیر الله خوردن که دیگه الان اینها صلاحیت ندارن. پیغمبر علیه السلام فرمود حرام گوشتی که با حرام خدا نجات بدهد، تغذیه شده است، علاج او جهنم است، خدا نجات بدهد. اکالون للسحت، الله تعالی میگه اینها سماعون للکذب، خیلی دروغهای احبار و رهبان را گوش میکشن. اکالون للسحت و صیغه های مبالغه هستند، سماعون و اکالون، خیلی گوش میکشن دروغ ها را. واه 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 دیگه عشق میریزن. واه 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 چقدر دروغ پردازی هست امروز در دنیا. به خدا قسم شما مولوی صاحبه بدون تعصب میگم، شما نگاه کنید چقدر دروغ میگه مردم و این دروغ ها را چقدر گوش میکشن و تمام ذرایع ابلاغ فقط دروغ پخش میکنن، از امریکا گرفته تا تمام دنیا. همه سماعون للکذب اکالون للسحت. همه این رادیوها دروغ میگن. رادیوی فردا چقدر دروغ میگه، رادیوی پس فردا چقدر دروغ میگه. این بی بی سی لعنتی چقدر دروغ میگه. اینا خیلی دروغ نمیگن. خب همین الله تعالی میگه اینا سماعون للکذب اکالون للسحت، همه حرام خاری میکنن به ایمانها، نظرهای غیر الله را میخورن و مال یک دیگر را. این همه مال و متاع جهانیان را این جهان خاران نمیخورن. اینها حقوق این انسانهای مستضعف نیستن که اینها میخورن و کاخها را مجلل میکنن، کبرها را مجلل میکنن. همه اکالون للسحت هستند، نظرهای غیر الله را میخورن. اکنون الله تعالی به پیغمبر اختیار میده، اگر پیش شما آمدن برای اجرای قضیه و حل قضایا، تو فحکم بینهم، شما اجازه دارید که فیصله کنید بین آنها. او عارض عنهم،
یا اصلا فیصله این خصیصا را نکن. اگر برای فیصله قضایای خود که من جمله مثلا قضیه زناهی در میان اینها رخ داده بود، اینها ظاهرا اسلام را ظاهر کردن، بعد دیدن که اسلام اینجا رجم میکنه، ضربه شلاق میزنه، اینها لیتو لالا رجمی بود، بعد از احسان زنا کرده بود، اینها خیلی سرشون گرار شد. الان بر سر بوش و بلیر و شارون رجم به خاطر زنا خیلی گران نیست؟ خیلی گرانه. و رئیس جمهور امریکا زنا کرد به ایمان، به خاطر زنا ملامتش نکردن، به خاطر دروغ ملامتش کردن که من نکردم. نکردنش برای زنا ملامتش نکردن. چرا؟ بوش و تمام وزرای بوش و کلینتون همین کار را نمی کنن به ایمان ها. اینها زنات بیبند و بار نیستن، اینها زنان، اینها تک اینها بغیرتن. لحاظ رجم حکم شریعت اینها اظهار ایمان کرده بودن. تو الله سبحانه و تعالی میگه الان باید تو کفر رفتن. الله تعالی میگه فین جاؤ که اگر به محضر شما آمدن فحکم بینهم، حکم کنید بین آنها، او اعرض عنهم، یا اعراض کنید، اصلا بینا توجه نکنید. خب اگر اینها توجه نکنیم لالا برای ما ضرر داره. الله تعالی میگه نه، و ان تعرض عنهم، اگر شما اعراض کردید و اعلان جهاد کردید برای آنها، فلن یضروک شیئا، هرگز اینا شما را ضرر نمیتونن بدن. و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط، اگر فیصله کردی بین اینا در قضایای اینا در مسئله رجم، تو فیصله کن بین آنها به عدل مطابق قانون شرعی. محسنین را رجم کن، اگر محسن نیستند اینها را ضربه شلاق بزن، فیصله طبق شریعت بکن. ان الله یحب المقسطین، الله تعالی دوست دارد آنها را که عدالت را رعایت میکنن. عدالت چیه؟ حکم خدا را اجرا کردنه. و این حکمت فحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین. و کیف یحکمونک، به چه کیفیت؟ تعجب اول، تعجبا کیف یحکمونک، چطور اینها شما را حکم قرار میده ای پیغمبر درباره دین، درباره قضایا، حالانکه و عندهم التورات، نزد آنها تورات کتاب خدا است، فیها حکم الله، در آن تورات حکم خدا است که زن محسنین را رجم کنید و آنها که احسان ندارند ضربه شلاقشون بزنید. ثم یتولون من بعد ذلك، این تعجب دوم، تورات کتاب خدا، حکم خدا با آنها هست، اینها اعراض میکنن بعد از این فیصله های الهی که در تورات انجیل شدن. بین خاطر و ما اولئک بالمؤمنین، نیستند اینها یک ذره مؤمن، نه بر قرآن ایمان دارن نه بر تورات ایمان دارن. خلاصه این که اگر اینها طالب فیصله خدا می بودن، فیصله خدا در خانه آنها موجود بود، در خانه آنها موجود است، بلکه اینها طالب چیان؟ حکم آسانن. حکم خدا در خانه اینها در تورات موجوده. ان دور تورات، انا انزلنا التورات، به تحقیق ما نازل کردیم تورات را، فیها در آن تورات، فضیلت اول تورات، خودن هدایت هست درباره عقاید و نور هست برای ایمان، برای عمل. در تورات هدایت است و نور، هدایت است برای اعتقاد، نور است برای عمل. یحکم به النبیون، انبیاء الهی با تورات، با حکمهای تورات فیصله کردند. اون انبیایی که همه تن تسلیم بودن برای خدا، فیصله کردن برای چه کسانی؟ للذین هادو، برای یهودی ها. انبیا خاص برای خدا تسلیم بودن، با همین تورات در زندگی فیصله کردن برای یهودی ها. و الربانیون،
اون رب پرستان هم با تورات فیصله کردن، به حکم تورات پابند بودن. والاحبار و احبار علماء بزرگ یهود بما استحفظوا، به خاطر این که به حفاظت آنها داده شده بود کتاب تورات، کتاب خدا. الله تعالی هر نبی شاگردان خود را توصیه کردند که شما از کتاب الهی حفاظت کنید، بخوانید آن را و حکم آن را اجرا کنید. الله تعالی میگه این تورات ملاک عمل برای نبیین بوده، برای ربانیون بوده، برای احبار بوده. ربانیون و احباری که کتاب الهی به حفاظت آنها داده شده است. الله تعالی تورات را به حفاظت علماء بنی اسرائیل داده بود و قرآن را خودش حفاظت میکند. چطور حفاظت میکند؟ الله تعالی قلبها را برای حفظ کلام الله مجید، برای معنای کلام الله مجید، الله تعالی در این امت صلاحیت زیادی گذاشته. و کانوا علیه شهدا، این احبار و رهبان اقرار می کردن، رقبا بودن، شهدا بنا اینها مراقب بودن. یعلمونه یبینونه، تفسیر مظهری، این تورات را تعلیم می دادن، بیان می کردن. بی خاطر الله تعالی میگه فلا تخشوا الناس، او احبار و رهبان شما نترسید از مردم و بخشانید بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. هر کسی حکم نکند به آن کتابهایی که خدا نازل کرده، یعنی به احکام شرعی پابند نباشد، اینها کافرند. این دین آیا به سه طرز ذکر شده در همین یک جا. اینجا فرمود و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. این خاطر بزرگان نوشته کردن که لم یحکم به معنی اعتقاد به ما انزل الله هر که ندارد او کافر، در او هیچ شکی نیست. هر که اعتقاد ما انزل الله را ندارد او کافره. من لم یحکم من لم یعتقد به ما انزل الله، اعتقاد ندارد، فاولئک هم الکافرون. و کتبنا، بیان قصاص از تورات، ما در تورات فرض کرده بودیم بر سر توراتی ها، ما نوشته بودیم بر سر اینها در تورات این مطلب را که النفس بالنفس، نفس در مقابل نفس. همین حکم که در تورات بوده در قرآن هم همین حکمه. نفس در مقابل نفس کشته شود. والعین، چشم در مقابل چشم کنده شود. کسی چشم کسی را کند، چشم او را در بیارید. حالا کیفیت در آوردن چطوره؟ اگر چشم او را زده بی نور کرده، چشم او را باید بی نور میکنی. حالا فقها نوشتن چشم چطور بی نور میکنی؟ ولی امروز حالا سخت نیست. دکتر میگه اون رگ اصلی را قطع کن، تمامه. العین بالعین والانف بالانف، بینی در برابر بینی قطع شود. کسی بینی کسی را قطع کرد، بینی سے قطع کنی. بلجا برده بودم برده مردم پوز و گوش میکنم، بینی را میبرم. ناحق بینی کسی را برید، بینی شا برید. زد چاقوی خنجری تیغی بینی کسی را برید، بینی شا برید. والاذن بالاذن، گوش در برابر گوش هم قطع شود. و سن به سن، دندان در برابر دندان هم کنده شود. زد دندان کسی را شکست، دندانش بکنی. امروز اینا کارها آسانن، دندان راحت، همون دندان هر کسی را کنده، این دندان ها شناسایی میدانن، کاری ها میدانن، همون دندانش بکنید. الله تعالی میگه من فرض کرده بودم برای آنها در تورات که نفس در برابر نفس، همین حکم هم در قرآن هست. ها والجروح قصاص، زخمها برابری میخواد. حالا غیر دیگه زخمی زده، حالا همون طوری زخمی بر وارد میکنیم. اگر اندازه او زخم معلوم نمیشه، حاکم خصوصا برای او جریمه تعیین میکنه. زده دست کسی را کبود کرده، حالا ما چه اندازه بزنیم که دست او چه اندازه کبود بشه
لحاظا این معلوم نیست. برای این کبودی ها شریعت ها جریمه گذاشتن. اگر عدالت میشه که خب عدالت، انگشت کسی را بریده چطور برید؟ از اینجا بریده، خب انگشت از اینجا میبرید. لیکن اگر شکسته چطورش بشکنی؟ عدالت چطور کنیم؟ او به چه اندازه شکسته و ما به چه اندازه بشکنیم؟ لحاظا اینجا حکومت عدله. اینجا دیگه باید او را جریمه کنه. اگر قصاص و الجروح و زخمان برابری میخواهند، ذات قصاص. حالا در فقها گفتن که بعضی هستن که عدالت آنجا برقرار نمیشه، جریمه میگذارن و تمام زخمها جریمه دارن. در کتاب ها نوشته اینقدر زخم کرد اینقدر جریمه، اینقدر زخم کرد اینقدر جریمه. خب این صاحبان حق بینیش بریده، دستش بریده، به اصطلاح دندانش کنده، حالا اگر این آقا ببخشه، تو بینی من بریدی، من بینی تو را نمیبونم، خب این بخشش به اختیار بود. تو گوش من بریدی، من گوش تو را نمیبونم، به خاطر خدا تو را میبخشم. اگر او بخشید خب ماشاءالله برای او هم بخشش است. فمن تصدق بهی، کسی تصدق کرد به این چیزها، فهو کفارت الله، برای او کفاره میشند. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، آنهایی که فیصله نکنن بما انزل الله اونها ظالمن. اعتقاد دارن فیصله نمی کنن. امروز مسلمان ها و حکام مسلمان ها همه ظالمن. اگر اعتقاد به حکم خدا ندارن که کافرن، و اگر عمل نمی کنن حکم خدا را اجرا نمی کنن، خب این حدود و قصاص را حاکم ها باید اجرا کنن. اونهایی که حاکمن و حکم خدا را اجرا نمی کنن، با حکم خدا فیصله نمی کنن، اینها ظالمن. خلاصه ما تورات را نازل کردیم و تا انجیل همه انبیا و احبار و ربانیون بین تورات حکم کردن. حکم تورات هم همین بود. آخر من پشت سر این انبیا و این ربانیون و احبار بر نقش قدم این انبیا و احبار آوردم عیسی ابن مریم را کفینه در کفا، پشت سر این انبیاء علیه السلام بر نقش قدم این انبیاء من عیسی ابن مریم را آوردم. عیسی ابن مریمی که تصدیق کننده بود برای آن کتابایی که قبل از عیسی ابن مریم بودن، یعنی تورات را. و ما به این عیسی ابن مریم عنایت کردیم انجیل را. این دور انجیله. در این انجیل هدایت بود برای عقاید و نور بود برای اعمال و تصدیق کننده بود این انجیل آن کتاب های را که قبل از انجیل بودن، یعنی تورات را. و این انجیل سر تا سر هدایتی بود برای اخلاق و عقاید و اعمال و نصیحتی بود للمتقین، برای متقین. لہذا باید فیصله کنن اهل انجیل بما انزل الله فیه، به اون دستورات خدا در انجیل نازل کرده، و هر که فیصله نکند بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، اینها فاسقن، یعنی خارجند از اطاعت خدا. کتاب آسمانی آمده که به کتاب های آسمانی فیصله بشه، هر که رئیس و قوه مقننه نبشه. قانون اساسی مومنین کتاب الله، باید به کتاب الهی فیصله کرد. هر که فیصله بما انزل الله نکرد فاولئک هم الفاسقون، فاولئک هم الظالمون، فاولئک هم الکافرون. آیه یکی سه نتیجه، یعنی اونی که اعتقاد بما انزل الله ندارد که در اکره شکی نیست، اعتقاد دارد و اجرا نمی کند، او ظالم است، او فاسق است. او به خاطری که از بوش می ترسه حکم خدا را اجرا نمی کنه، او فاسق درجه یک است، او خارج از فرمان خدا. خب حالا دور تورات انجیل گذشت، حالا دور قرآن است. و انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما نازل کردیم به جانب شما پیغمبر کتاب را به حق. این دور قرآن است. مصدقا لما بین یدیه، این
کتاب تصدیق میکند اون کتاب های را قبل از او بودن از کتاب های آسمانی، تورات، انجیل، زبور و غیره را، و مهیمنا علیه، این قرآن محافظ تورات و انجیل است. حالا هر حکمی در تورات و در انجیل خلاف قرآن باشد، قرآن او را رد میکند، چون قرآن تایید میکند تورات و انجیل را. هر چی که خلاف قرآن در تورات و انجیل باشد، قرآن اون را رد میکند. این قرآن مهیمن و نگهبان است بر کتاب الهی، لہذا هم شما ای پیغمبر فیصله کنید بین این یهودی ها بما انزل الله، آنچه خدا نازل کرده، و اتباع نکنید خواهشات اینها. این قانون قرآن را قبول ندارن، قانون خود را مطرح میکنن، ببین خواهشات آنها را اتباع نکنید، در حالی که شما اعراض کنید از آن کتاب و حقی که پیش شما آمده است. اما جاءک من الحق متعلق معارضان هست، الا تتبع اهواءهم، در حالی که شما اعراض کنید اما جاءک من الحق، از آنچه که آمده پیش شما از حق و حقیقت. خلاصه لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر امتی، لکل تنوین شواز مضاف الیه، لکل امتی قرار داده ما از شما شرعتا یک راه بزرگی، و منهاجا، شرعتا و منهاجا معنیش یکیه، یک شریعتی و یک راه خوبی. منهاج و شرعتا هر دو به معنی راهن، به اعتبار ظهور اونها شرعتا و به اعتبار رفتن منهاجا راه. شما هم که برید تو این راه اذیت نمیشید، فرقش این غلط بیان کرد. به اعتبار ظهور او یک شرعت است، یک راه بزرگه، و برای رفتن هم منهاجه. ولو شاء الله لجعلکم امة واحده، اگر خدا میخواست قرار میداد همه شما را یک امت موحد، لیکن مشیت الهی این چنین نرفته، لہذا اختلاف پیدا کرده، فلسفه اختلاف شرائع. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، لیکن الله شما را امتحان میکند در آن حکمایی که به شما داده است. در تورات حکم دیگر داده بود برای بعض مسائل، در انجیل حکم دیگر داده بود برای بعض مسائل، در قرآن حکم دیگر داد. الله تعالی با این حکمهای متفاوت جزئی اینها، لہذا امتحان الهیان. فاستبقوا الخیرات، شما به طرف خیرات از یک دیگر سبقت بگیرید، اختلاف جزئی را بگذارید کنار و تو خیرات از یک دیگر سبقت بگیرید. الالله مرجعکم جمیعا، فقط به طرف خدا بازگشت همه شماست. او خبر میکنه شما را به آنچه که بود شما در آنها اختلاف کردید، بعد از وضوح حق خامخا شما اختلاف کردید. و انحکم، و ما دستور دادیم به شما که فیصله کنید بین این انسان ها، به ما انزل الله فیصله کنید و اتباع نکنید خواهشات آنها را، و حذر هم داشته باشید از اینها که در فتنه نیندازن شما را، از با و اعراض نداشتن شما را در فتنه نیندازن، در حالی که شما اعراض کنید از باز ما انزل الله الیک، در حالی که شما معرض باشید از باز ما انزل الله الیک. فإن تولوا، اگر از فیصله قرآن اینا اعراض کردن، به فیصله قرآن قانع نشدن یهودی و نصرانی، تو بدان این مطلب را، شما غم نکنید و بدانید این مطلب را، شما بدانید این مطلب را که اراده کرده الله تعالی که برساند به آنها به سبب بعض گناه ها عذاب. اگر اینها از حکم قرآن اعراض کردن، پس بدانی که در علم خدا اینها معذبن. فعلم بدان انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، عذاب بدهد آنها را به مقابل بعض گناه. و بسیاری از این مردم البته امروز هم فاسقن، یعنی از حکم خدا خارجن. افا حکم الجاهلیت یبغون، آیا اینها حکم جاهلیت و نادانی را طلب می کنند که در نادانی و جاهلی و احمقی چه حکمی کرده همون حکم را می خوان؟
حالانکه و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، چه کسی زیباتر است از خدا از نظر حکم برای قومی که یقین دارند. خب اکنون حکم ترک موالات با کافرین. مؤمنین کفار یهود و نصارا که از دین خدا زیر بار دین خدا نرفتند و نمیروند، نه در دور تورات، نه در دور انجیل و نه در دور فرقان. پس با این دشمنان خدا که در ادوار متفاوت از خدا اطاعت نکردند، شما مؤمنین حق نداری با اینها موالات داشته باشید، محبت و دوستی و یاری داشته باشید. اینها که نه در دور تورات از خدا اطاعت کرده و نه در دور انجیل و نه در دور فرقان، شما با دشمنان خدا حق ندارید که موالات داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا، من گفتیم دور تورات، دور انجیل، دور قرآن، در این ادوار اینها از خدا اطاعت نکردن، دشمنان خدا هستند. شما هم ببینید با اینها محبت نکنید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، او مؤمنین اتخاذ نکنید یهود و نصارا را دوستان خود قرار ندهید، یا اینها را حاکم خود نکنید، متولی امور خود نکنید. اینجا اولیاء به معنی دوست، محبت مراد ودت با یهود و نصارا نداشته باشید. چرا؟ بعضهم اولیاء و بعض، یهود و نصارا با هم یارند. امروز 1400 و اند سال دارد میگذرد، میبینیم یهود غاصب و این نصارای لعین چقدر دارن برای منافع این غاصبان درجه یک فعالیت دارن میکنند. الله تعالی میگه شما یهود و نصارا را یار قرار ندهید، دوست قرار ندهید. چرا؟ بعضهم اولیاء و بعض، اینا با هم در برابر شما جبهه متحدند. حالانکه قبل از قرآن و قبل از تشریف آوری پیغمبر اسلام یهود نصارا را با قوت رد میکرد و نصارا یهود را با هم رقیب بودند. این خاطر پیغمبر فرمود الکفر ملت واحد. اگر کسی اینها را یار قرار داد چی؟ اللہ تعالی و من یتولهم منکم، ہر کسی کی دوست قرار دادی یہود و نصارا را شما مومنین، فإنه منهم، او از هماناست. این کسی که با یهود و نصارا دست یاری داد و دست رفیقی داد، اللہ تعالی میگه او از همون یهود و نصارا. و اللہ تعالی اغراء آمیزی و مبالغه آمیزی میکنه. من تعجب میکنم که بعضی ها میگن نه این تشدیدن خدا اینطور گفته، یعنی تکلفن خدا اینطور گفته. خدا اغراء آمیزی میکنه. این اغراء آمیزی و مبالغه بازی این کار ما انسان های ترسو هست. اللہ تعالی روی حقیقت حرف میزنه. هر که یار یهود و نصارا شد فإنه منه، و از یهود و نصارا چرا یار میشن؟ خدا به مقصد نمیرسونه قوم های ظالم را، اینها ظالمن، لہذا به خاطر انحماق دوستی مشرکین اینها را خدا به مقصد نمیرساند، فهم این سخن را نمی کنند. اینها ظالمن، میرن با یهود و نصارا یار میشن. خب اینها چرا با یهود و نصارا یار میشن؟ میگم ما با یهود و نصارا یاریم میترسیم که ما را میزنه، به خاطر این که ما را بلایی به سر نیارد ما رفتیم یار شدیم. اللہ تعالی امینه میگه فتر الذین فی قلوبهم مرض، تو میبینی ای پیغمبر آنها را که در دلشون مرض است، مرض در دل آنها، مرض نفاق است، مرض شک و تردید دین اسلام. اینها با سرعت تمام میروند توی این یهود و نصارا، یعنی منافقین. وقتی آنها را ملامت میکنیم میگن نخشان تصیبنا دائره، ما میترسیم که به ما یک مصیبتی میرسه.
کم از کم جای پایی داشته باشین روز مصیبت، بریم اونجا سلام علیکم بکنیم. الله تعالی جواب میده فَصَلَّى أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، وعده خدا است که بیارد فتح و پیروزی مسلمین را، یا یک حکمی از جانب خدا که پرده‌دری منافقین کند. پس میگردن این منافق ها بر آنچه که در دل دارن نادم. چه چیزی در دل دارن منافق ها؟ با یهود و نصارا مراوده و گفت و شنید داشت به این خاطر که مسلمان ها مغلوب بشن. وقتی روزی که مسلمان ها مغلوب میشن، یهود و نصارا غلبه میکند، همه چیز مال ما میشه. همین خاطر ما دیدیم که با یهود و نصارا چه مراوده کردن که مسلمان ها مغلوب شدن، اونها به کرسی چهارسباهی نشستن. پس امید است یعنی وعده خداست که بیاره فتره یا حکم پرده دری را از بارگاه خودش. این امر من اندی یعنی حکم پرده دری آنها را. پس میگرده اینا بر آنچه که مخفی میکردن در دل، آنچه چیز را مخفی میکردن مغلوبیت مسلمین را، اینها نادم میشن و میگویند آنهایی که ایمان آوردن هؤلاء الذین اقسموا، این منافقین قسم میخوردن که ما با شما مسلمان آییم، از مجلس و از مسجد و نبی حرکت میکردن میرفتن با یهود و نصارا. الله تعالی همین چیز را میگه، میگویند آنهایی که ایمان آوردن مؤمنین واقعی. آیا این منافق ها اون کسانی نبودن که قسم میخوردن به خدا، قسم بسیار مؤکد، جهد ایمانهم یعنی یمیناً جهدن، یک قسم بسیار مؤکد، قسم میخوردن به خدا قسم بسیار مؤکد. که انهم لمعکم، اینها با شما هستند، حبطت اعمالهم، از این خاطر نابود شده همه اعمال آنها، پس گشتن اینها خاسر ابدیت، چون نفاق داشتن ایمان نداشتن، لذا اعمال صالحی که انجام دادن، صدقاتی آوردن دادن یا جهادی یا در مسجدی، همه این اعمال بظاهر خیر اینها نابودن، حبطت اعمالهم، تمام کارها اینها نابودن، لحظه گشتن خاسر برای همیشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.